اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت اسلام و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، علمای اسلام، پدران و مادرانمون، درگذشتگانمون، استادان و مربیانمون، تمام کسانی که حق گردن ما دارن و تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید. ما شب گذشته رسیدیم به عنوان جمع‌بندی عرایضمون به حدیث عنوان بصری. عرض ما در بیان ساختار وجودی انسان بود. از چند دیدگاه بررسی کردیم، رسیدیم به مبحث ارزشمند توحید. ملاحظه فرمودید که توحید ساری و جاری در تمام حرکات و سکنات و شؤون زندگی ماست. انشالله ما اگر که توفیق داشتیم و عمرمون به این دنیا باقی بود، در اون قسمت بعدی که در خدمت شما هستیم، در اون 4 شب بعد، راجع به یه فراز دیگه این بحث، یعنی انسان در دنیا صحبت میکنم. دیگه بحث معادم انشالله گفت بقیهش کجا، گفت الباقی عند التلاقی. دیگه هر وقت همدیگر دیدیم انشالله بحث معادم مطرح میکنم. و اما جنبندی عرض امشب ما، البته انشالله یه مختصری هم در پایان عرضم راجع به آثار علامه توضیح کوتاهی خواهم داد و یه وظیفه هم به من محول کردن راجع به برنامه امشب. من اون مقداری که به زبان خودم هست و انشالله عرض میکنم. دیشب گفتیم که عنوان بصری پیرمردی 95 ساله که تمام عمرشو در درس و بحث و محضر علمای اون زمان گذرانده بود و شاگرد ابو حنیفه بود، متوجه شد که این علومی که کسب کرده اینا راضیش نمیکنه. رفت خدمت امام صادق و حضرت، حالا شاید میخواست آتش اشتیاقش رو تیزتر بکنه. اول گفت من گرفتارم، و این رفت به پیغمبر خدا توسلی کرد و از پیغمبر خدا خواست که قلب امام صادق به ایشون مهربان بشه. برگشت و بعد از یک گفتگوی مقدماتی که بین ایشون و امام صادق اتفاق افتاد، با توجه به اینکه عنوان بصری دنبال علوم مرسوم نیست، اونا رو خونده، معلومه چیز دیگری میخواد. حضرت بهشون فرمود یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم. بنده خیلی فکر میکردم، حالا نمیتونم الان این مبحث رو باز کنم، که مثلا علامه طباطبایی وقتی با آقای قاضی برخورد کرد چه اتفاقی براش میفته. من اون موقع فکر میکردم مثلا اینا که به مقاماتی رسیدن، مثلا فلان کتابو خوندن، فلان کتابو خوندن، فلان کتابو خوندن، فلان کتابو خوندن، بعد یه سیری رو طی کردن، بعد به مقامات معنوی رسیدن. بعد یه زمانی حالا بعضی از این کتابا رو من خوندم، دیدم هیچ مقام معنوی پیدا نکردم. در یه ماجرای و جریانی متوجه شدم که چه اتفاقی برای اونا میافتاد. خود علامه نقل کرده که ما وقتی که با آقای قاضی رسیدیم، به گونه‌ای، خب مثلا اونا کتاب اسفار رو میخوندن که حکمت متعالیه بود، به گونه‌ای اسفار رو خونده بودیم که فکر کردیم اگه خود ملا صدر هم زنده بشه دیگه چیز بیشتر به ما نمیتونه یاد بده. بعد وقتی با آقای قاضی رسیدیم دیدیم که هیچی نفهمیدیم. من متوجه شدم که مسئله درس خوندن نبوده، گرچه باید درس خواند، هر کس در رشته خودش باید درس بخونه، اما اون مثل ما که الان در محضر این مباحث توحیدی نشستیم، یک باره با آدمی مواجه میشد که همه این چیزایی که این خونده اون داره. ما از توکل علی الله حرف میزنیم، گاهی خدا ما رو با کسی مواجه میکنه میبینیم اون توکل علی الله داره. داشتن با دانستن فرق میکنه. من میدانم که در بانک پول هست، منو چه؟ تو جیبم اگر بگردی به قول معروف مگس قاب دستمال میندازه.
در بانک میلیاردها پول هست، به من چه مربوطه؟ دانایی پول که به درد نمیخوره، دارایی پول مهمه، نه دانایی پول. من میدانم که خدا کریم است، من میدانم که بر خدا باید توکل کرد، من میدانم که خدا همه کار است، من باید بیابم که خدا همه کار است. زعلب به امیرالمومنین گفت که آیا خدا رو دیدی؟ گفت ویحک لم اعبد ربا لم اره، خدایی رو که من ندیده باشم عبادت نمی‌کنم. خدا رو کجا دیده اون؟ در همون پیچ و خم‌ها. لذا حضرت فرمود که علم نوری است که خدا در قلب کسی که بخواد میتابونه. و بعد فرمود که راه دستیابی به اون علم، و از عزیزان سوالات بسیار خوبی از بنده میپرسن، و راه حالا چیه؟ حالا یه سری حرفای خوشی بزنیم و کیفم بکنیم و برویم، بعدم هیچ تغییری نکنیم، هیچ دستورالعملی هم به دست نیاریم. بالاخره ما باید از هر سخنی یک دستورالعملی به دستمون بیفته. فرمود راهش اولا در درون خودت، اونی هم که در درونت نامش حقیقت عبودیت. این هم نکته دوم. و نکته سوم این که باید علم رو استعمال کنی. یعنی چی؟ یعنی ما در قرآن میخوانیم خدا رازق است. قرآن کتاب تئوریه، کارگاه عملیش زندگیه. باید در پیچ و خم زندگی بیابیم که خدا رازق است. ولی خدا میتونست از آسمان به همه ما رزق بده. این همه پرنده ها چجوری رزق میگیرن؟ بنده تازه ازدواج کرده بودم، وضع مالیم خیلی خراب بود، همیشه خراب بوده، همیشه عذاب دارم. اخیراً این کمی بهتر شد. نگران بودم، الان از این نگران نیستم الحمدلله. نگران بودم یه استاد کاملی توی میدون بهارستان تو تهران داشتیم راه میرفتیم. یه چند تا کبوتر توی میدون داشتن این ور اون ور میرفتن. گفت اینا رو میبینی؟ گفتم. گفت اینا نگران ناهار ظهرشون نیستن. تو باید اینجوری باشی. اخیراً بعد 20 و چند سال از اون گفتگو دیدم پیغمبر خدا فرموده مؤمن مانند پرنده است. همان گونه که پرنده ها صبح با شکم خالی از لانه بیرون میان، شب با شکم پر به خانه برمیگردن و هیچ نگران رزق خودشون نیستن، مؤمن این گونه است. ما هیچ وقت اینطوری نبودیم. اون وقت ما رو میندازن تو پیچ و خم زندگی، یکی رو گرفتار رزق میکنن، یکی گرفتار بچه میکنن، یکی گرفتار تربیت میکنن. به یکی صندلی قدرت میدن آزمایشش میکنن، از یکی صندلی قدرت رو میگیرن آزمایشش میکنن، به یکی پول میدن آزمایشش میکنن. ما اصلا تفکراتمون مساوی با حقایق اسلام نیست. مثلا میگیم الحمدلله وضع مالیم خیلی خوبه، ولی نمیدونم چیکار کردم چند وقت بی پولم. تازه مثلا معنوی که میخوایم فکر کنیم، یه کاری کردم بی پول شدم. مریض میشیم فکر میکنیم یه کار بدی کردیم مریض شدیم. وقتی سالمی میگیم الحمدلله معلومه خدا به ما لطف داره سالمی. از امیرالمومنین سوال کردن، حضرت مریض بود، گفتن آقا شما چطورین؟ فرمود الا شرن. اینا فهم که الان حضرت میگه خیلی خوبم، بیماری هم در این ره خوشتر ز تندرستی است. گفت شر، حال شری دارم. گفتن شما هم از این حرفا میزنید؟ فرمود من نمیگم، خداوند فرموده نبلوکم بالخیر و شر فتنه. ما شما رو با خیر و شر آزمایش میکنیم. ما فکر میکنیم فقط بیماری آزمایشه. نه خیر، سلامتی آزمایش بزرگتری است. به خاطر اینکه در بیماری ما به یاد خداییم ولی در سلامتی از یاد خدا غافلیم. پس تو این آزمایش شکست خوردیم. ما فکر کنیم فقط فقر آزمایشه، اتفاقا سلامتی آزمایش مهمتره، چون ما در سلامتی از یاد خدا غافلیم. یکی مبتلا به سلامتی، یکی مبتلا به بیماری، ولی ما هیچ وقت نمیگیم فلانی مبتلا به سلامتیه، چون ما با فرهنگ زندگی خودمون زندگی میکنیم. قرآن کتاب تئوریه، کارگاه عملیش زندگی ماست. ما باید تو زندگی بیابیم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. ما باید تو زندگی بیابیم ان العزة لله جمیعا. هیچ جای عزت نمیشود کسب کرد. عزت در نزد خداست، همه عزت. بله ما انسان‌هایی رو می‌بینیم که عزیز هستن ولی این عزتشون تابش نور عزت حق تعالی است. ما می‌خوایم بریم سراغ این آینه از این عزت بگیریم. برو سراغ خورشید. ان العزة لله جمیعا.
ان القوة لله جمیعا و این آیات توحیدی که خوندیم. لذا فرمود اطلب العلم باستعماله، با استعمال علم طلب کن. یعنی چی؟ یعنی شما میدانی خدا رازقه، اگه اینو تو زندگی به کار بستی میفهمی، مییابی خدا رازقه. اگه من یافتم خدا رازقه، دیگه به کی میخوام امید ببندم؟ یافتم خدا رازقه. بعد آخرش هم فرمود واستفهم الله، فهم اونجاست، در آسمانه. از خدا طلب فهم کن، یفهم که حتما به تو میفهم. بعد رسیدیم به این فراز اصلی که سوال کرد خب اون که راه دستیابی به اون علوم نورانیه که حقیقت و عبودیته که فرمودی در جان منه، این چیه که در جان منه؟ فرمود 3 چیز. 1، خودت رو مالک آنچه خدا بهت داده ندانی. اون شب عرض کردم طرف اومد به امام حسین علیه السلام عرض حاجت کرد. حضرت به خازنشون، به حسابدار مالیشون فرمودن که 3000 تا بهش بده. اون خازن مالی گفت آقا 3000 درهم یا 3000 دینار، چون دینار 10 برابر درهمه، 1 با 10 خیلی فرق میکنه. حضرت فرمود کلاهما عندی حجر، هر دوی اینا پیش من سنگه. شما اگه توی یه جزیره گیر کرده باشی که تمام خاک اون جزیره از الماس باشه، تشنه و گرسنه باشید، حاضرین تمام اون الماسا رو بدین 1 لیوان آب، نیستین؟ پس الماس به چه درد میخوره؟ پرنده ها، یه پرنده رو بیارین، یه دونه الماس $1,000,000 بذارین جلوش، یه دونه گندم هم بذارین جلوش، ببینید کدوم انتخاب میکنه. مسلماً اون گندم انتخاب میکنه. اون واقعیه، این اعتباریه. بله ما الماس رو میفروشیم باش پول در بیاریم، هزاران تن گندم باش میخریم، چون اعتباره، قرار داده، ولی اون واقعیت رو میفهمیم. فرمود عبد خودش رو مالک نمیدانه، من مالک نیستم، کلاهما عندی حجر، هر دوشون پیش من سنگه. ببین اون کدوم احتیاج داره، همونو بهش بود. امام سجاد در قل و زنجیر بود. من میگم این کسی که این سوالو کرده یا بی‌عقل بوده، البته این بی‌عقل که میگم دلم خنک نمیشه، باید یک کمی تندتر بگم، ولی بی‌ادبی، یا از اولیاء خدا بوده این که این سوالو کرده. امام سجاد در سفر از کربلا به شام در قل و زنجیر بود. یه نفر اومد روی شتر حضرتو بستن با زنجیر، گفت آقا 4000 درهم به من بده. حضرت گفت من الان اینجا 4000 درهم از کجا بیارم؟ گفت من میدونم، شما به همه اینا بگو موتو، بمیرید، اگه نمردن خلیفت الله چیه؟ اگه اینا مصداق خلیفت الله نباشه، پس منم مصداق خلیفت الله. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفه یعنی جانشین. جانشین یعنی کسی که بتونه کارمونو بکنه. خدا خدایی میکنه. من آصف علم من الکتاب داشت. قرآن کریم میگه در یک لحظه تخت بلقیس رو از هزاران فرسنگ حاضر کرد. علم من الکتاب، علم نکره است، یعنی علم اندکی از کتاب خودش. قرآن جامع همه کتب، تمام قرآن در سینه اهل بیته. حضرت فرمود وقتی ما از اینجا رفتیم زیر پایت شتر رو بکن، 4000 درهم رو بردار برو. خب عبد مالک نیست، بنده مالک نیستم. مالک فقط مال پول نیست که بخوام پول بدم که به جونم وصل است. چشمم، گوشم، زبانم، وقتم، عمرم، آبروم. ببخشید اینو میگم ولی برای من خیلی مهمه. نمیدونم شما اگه در مقام گوینده و منبری باشید میفهمید چقدر مهمه. یه منبری بود، آزاد مرد بود. منبر بود، بچه کوچیکش هم پای منبر بود. بچه کوچیک از پای من گفت آقا به پدرش من طهارت دارم. خب برام دستشویی. یعنی این از بالای منبر سخنرانی رو ول کرد، اومد پایین رفت، این بچه رو برد دستشویی، برگشت من دوره رفت منبر. خب منبر دیگه برباد فنا رفت. الان وظیفه اینه. حالا من میخوام آبروی خودم حفظ بشه، احترام من حفظ بشه، منبرم به هم نخوره. چشم، گوش، دست، مال، جان، فرزند، آبرو. البته یه نفر همه‌شو داده. اون امام حسین در کربلاست که ما جمع شدیم اینجا دوره هم.
تابلوش یه نمونه بعد به من نشون بدن. نمونهش امام حسینه. تشنه لب جان داد در راه یزدان، زان سبب جان عالم تشنه لعل لب عطشان اوست. ما برای چی جمع میشیم؟ برای اینکه گریه کنیم. انقدر کسا رو کشتن، سوزوندن، بیشتر از این آزار دادن. ولی یه مرد در تاریخ بوده که نگاه کردید یه عده بر سر راه شقاوت بشر تابلوی سعادت زدن. میگن بیاید این راه سعادته. همه عزیزانش رو در راه خدا داد که این تابلو رو برداره بزنه سر راه سعادت. این شد الگوی بشر. عبد خودشو مالک نمیدونه، لذا یزعون یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به. در آنجا که خدا دستور داده مصرف میکنه. و دو جمله بعد و عرض ما تمام. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. دومین خصوصیت عبد اینه که برای خودش برنامه ریزی نمیکنه. یعنی اصلا برنامه ریزی نمیکنه؟ نه خیر. جمله سوم کاملش میکنه. جملت اشتغالهی فیما امره الله تعالی بهی و نهاه. این جمله دوم اگه سوم اگه نباشه جمله دوم ما رو اذیت میکنه. جمله سوم میگه تمام اشتغالش در این که خدا چه دستوری به من داده. من الان باید بخوابم یا حرف بزنم، بشینم یا بایستم، کار کنم یا برم توی خونم بشینم، بجنگم یا صلح کنم. اون وقت اگر وظیفش شد با معاویه صلح میکنه. اگر وظیفش شد خاندانش هم به اسارت میاره. والا این کارهای ائمهش کنیم با عقل امروز جور در نمیاد. امام حسن میره با معاویه صلح میکنه. به امام حسین عقلای زمان گفتن آقا شما اگه داری میرید چرا زن و بچه‌تو میبری؟ برای اینکه این داستانی داره. من یه جمله بگم، نمیخوام روزه بخونم ولی چون دیگه وقتی ندارم اینو باید بگم همیشه. شما ببینید الان تو دنیای امروز اگه یه کسی رسانه داشته باشه هست و نیست جلوه میده، نیست و هست. درسته؟ رسانه در دست قدرت ها و حکومت هاست دیگه. رسانه دست کی بود؟ دست بنی امیه. هست و نیست میکردن، نیست و هست میکردن. حالا امام حسین اومده در کربلا با همه عزیزانش کشته شده. شورای قاضی زیر حکم اعدام امام حسین نوشته خرج الحسین قتل الحسین علی دین جده. بله بر علیه دین جدش قیام کرد، ما کشتیمش. شورشی بود، تروریست بود. میتونستن امام حسین رو بکشن و توی رسانه ها کارشون رو درست جلوه بدن. اما امام حسین یه برگ برنده داشت که نتونسته. اون برگ برندش علی اصغر بود. علی اصغر در کربلا سند حقانیت امام حسین. این شورشیه، این چی؟ بچه 6 ماهه هم شورشیه. صلی الله علیه یا ابا عبد. مؤمن اینطوریه، تمام اشتغالش دیگه تو چه میگویی. اون وقت اگه وظیفش باشه با معاویه صلح میکنه، وظیفش باشه 25 سال سکوت میکنه در خانه میشینه. همیشه وظیفه مؤمن فریاد زدن نیست. آقا شما چرا مثلا بر علیه ظلم فریاد نمیزنی؟ مگه همیشه وظیفه فریاد زدنه؟ وظیفه مهمه، یه جا باید فریاد بزنی، یه جا باید سکوت کنی. بنده خودم معلمم. یه موقع توی ایران یه اتفاق سیاسی افتاد، تو مدرسه هم که درس میدم همشون بچه‌های حزب اللهی ان. گفتم نظرتون راجع به این قرارداد چیه؟ گفتم بنده معلم عربی ام. به من بگو مبتدا مرفوع یا منصوب، من میگم مرفوع. بعدش هم من ظهرا برای شما نامه امام حسن رو میخونم، نامه امیرالمومنین رو میخونم. چرا شما دوست دارید هر آدم سیاسی بشه یه نظر سیاسی بده؟ بله بالاخره وقتی انتخابات میشه هر کی به یه نفر رأی میده دیگه. دو تا نظر مخالف سیاسی میاد. من بالاخره به دو تا رئیس جمهور که نمیتونم رأی بدم، به یکشون رأی میدم. منم این نظری دارم، ولی من کارشناس که نیستم که. من کارشناس این روایتم. بعضا پرسین لغت یدبر یعنی چی تا من به ریشه‌شو بگم. بعد ترجمه کنم برای روایت. بعد من میخوام برای تو بگم قال الباقر و قال الصادق. تو میخوای منو سیاسی کنی، بعد فردا تو میخوام برام میگی این میخواد فلان قسم سیاست رو جا بندازه.
بنده چون این شب آخرمه، بنده شب دوم یه مثالی زدم. من توی ایران فقط از بچه‌هام مثال میزنم، چون هرچی مثال میزنم ممکنه تعبیر دیگه بشه. این پسر و دخترم میگفتن تو آبروی ما رو بردی. از کودکیشون مثال زدم. بنده یه مثالی زدم، هم توی برادران هم توی خواهران یه برداشتی شده بود، به بنده تذکر دادن. بنده واقعا بینی و بین الله قصدم اون تصوری که شده بود نبود. حالا اگه کلامم یه همچین معنی داشته، من قصد ندارم به کسی نیش و کنایه بزنم. من اینجا اومدم قال الباقر و قال الصادق بگم. وظیفه چیه؟ وظیفه اینه داد بزنم همیشه؟ نه خیر. امیرالمومنین چرا 25 سال داد نزد؟ چون وظیفش نبود. اسلام مهمه، تازه حق بود. میگه آقا تو بر حقی داد بزن. میگه من بر حقم ولی اما وظیفه ندارم داد بزنم. اگه داد بزنم اسلام به باد میره. امام حسن وظیفش نبود به جنگ کشته بشه، صلح کرد. امام سجاد وظیفش نبود فریاد بزنه، وظیفش بود 30 سال گریه کنه. با صحیفه سجادیه همه معارف دین رو به ما منتقل کرده. امام باقر، امام صادق هم وقت پیدا کردن، معارف رو گسترش دادن. تمام اشتغالش اینه که وظیفش چیه. اون وقت اگر این گونه شد، عرضم تمام، فَإِنْ لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِيمَا خَوَّلَهُ اللَّهُ مِلْكًا، اگه عبد خودشون مالک ندید، من که دیگه مالک نیستم که، حان علیه الانفاق فیما امره الله تعالی، مصرف کردن. انفاق یعنی خرج کردن، خرج مال، خرج جان، خرج آبرو، خرج فرزند، خرج خاندان. اون جایی که خدا دستور داده آسان میشه براش. گفت شما داری میری، چرا زن و بچه تو میبری؟ گفت ان الله شاء، خدا خواسته. البته این روایت فاذا فوض تدبیره، وقتی کارشو به خدا واگذار کرد، حان علیه مصائب الدنیا، تمام سختی های دنیا براش آسان میشه. توی روایات داریم که اصحاب امام حسین لا یذوقون الم الحدید، اصلا رنج شمشیر رو نچشیدن. آبس میاد زرهشو در میاره، میخواد به اینا بفهمونه، میخواد بگه من تن نیستم، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، چند خواهی پیراهن از بهرتن. و اذا اشتغل العبد فیما امره الله، وقتی جمله اشتغالش امر و نهی الهی شد، لا یتفرق منهما الی المراء و المباهات مع الناس، دیگه داره دستور مولا رو انجام میده، با مردم دیگه کاری نداره. مردم گفتن باریک الله، نگفتن باریک الله. موسی بن جعفر میگه اگه گوهری در دستت بود همه گفتن گردوه، باور نکن. گردویی در دستت بود همه گفتن گوهر، با دیگه با حرف مردم، با رد و قبول مردم کاری نداره، وظیفه‌شو انجام میده. این هم میشه وضعیتش در این حالت. خب این صحبت ادامه داره. آخرش حضرت فرمود تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. دو دقیقه من عرضمو جمع کنم. یه 2 دقیقه‌اش برای خودم، یه 3-4 دقیقه‌اش مال سبا رو اجازه میدم بیشتر بگم. 2 دقیقه‌اش مال خودم. حالا این پاورپوینت رو باید بزنم تا اون صفحه آخر بیاد. بنده مدت 14 سال توفیق پیدا کردم در آثار علامه طباطبایی کار کردم. یه سلسله آثار ایشون هست که رسائل ایشونه. از المیزان اگه اهمیتش کمتر نباشه، بیشتر نباشه، کمتر نیست. رساله انسان و رساله توحیده. 3 رساله، 4 رساله در توحید، 3 رساله در انسان قبل از دنیا، در دنیا، بعد از دنیا. یه سلسله از آثار ایشون هم مثل رساله منامات، مثل بحث‌های المیزان، بحث رزق، بحث دعا، بحث معرفت نفس، بحث ادب انبیا. بنده موقعی که می‌خواستم المیزان رو شروع کنم، یه آقای بزرگواری که از شاگردان علامه طباطبایی بود به من فرمود که هر چه که سوال در معارف داشته باشی در این کتاب جوابشو پیدا می‌کنی. و بنده پیدا کردم. و در بسیاری از جاها این مباحث مطرح شده. این عرایضی هم که نفشب داشتیم بخشی از این مباحث بود. و بسیار سوالات معارفی انسان، گره‌های زندگی انسان این سوالات پاسخ میده. دوستان زحمت کشیدن این ایمیل رو آماده کردن و یه سلسله از این مباحث رو که قبلا انجام شده اونجا گذاشتن. دوستان اگر به این آدرس مراجعه کنن میتونن به اون مباحث دسترسی پیدا بکنن. و اما در مورد مسئله سبا، بنده با خودم فکر میکردم، دیدم اسلام عزیز
یکی از کارهای زیبایی که کرده مسجده. این از اختراعات اسلامه. مسجد کجاست؟ شما و بنده هر کداممون مثل سایر موجودات عالم یک قابلیتی خدا درمون گذاشته. یه نفر گوینده خوبیه، یه نفر جمعیت میتونه جمع کنه، یه نفر میتونه اداره کنه، یه نفر خوب آشپزی میکنه، یه نفر خوب پول میده. یکی از این هم‌محلیای ما بود فقط برای غذا پول میداد. گفت پول معمولا برای هیچ حق نداره، فقط عشق غذا. پولشو فقط برای غذا باید مصرف. خب اینجوریه، برای هیچ چی حاضر نبود پول بده به جز غذا. منم نیمه شعبان میاد ازم پول بگیرم، گفتم این کاغذ کشی و اینا من پول نمیدم ها. این پول من فقط خرج غذا میکنیم برای نیمه شعبان. به قول شما اوردرم میدادم، گفتم جوجه کباب تهیه کنیم برای ما. 1000 تومان میدادم، 500,000 تومان مینداختمشون تو خرج. اسلام اومده مسجد رو طراحی کرده. در این مسجد مردم جمع میشن، اسماء خدا در واقع داره جمع میشه. اگه خدا فقط حکیم بود به درد من و شما نمیخورد. اگه خدا حکیم بود و قدیر بود به درد شما نمیخورد. یه آدم قدرتمندی که عقلش هم کار میکنه میشه معاویه. باید حکیم باشه، قدیر باشه، رحمان و رحیم هم باشه، مهربان هم باید باشه، همه اینا باید باشه. من و شما هر کدوم یه جلوه درمون هست. وقتی با هم جمع میشیم جماعت. اون که میگه ید الله مع الجماعه اینه. اما کسی که این مراکز رو اداره میکنه، چون طبیعتاً مرکز همیشه یک ساختمانی داره و یه برنامه‌ای داره و اینها، اون اولین چیزی که میره تو فکرش کمیته. چون کمیت رو باید اداره کنید، ساختمونش باید سر پا باشه. اداره کننده مرکز باید مراقب باشه که این کمیت مقدمه کیفیته. هزاران غذا هم اگه سرو بشه کیفیت نداشته باشه به درد نمیخوره. باید یه نفر از اینجا انسان بیرون بره. یه نفر اگه انسان بیرون رفت برای همه ما بسته. وقتی امیرالمومنین میرفت یمن، پیغمبر خدا ایشونو یه مدت فرستاده یمن، گفت علی جان لئن یهدی الله بک رجلا، یه نفر به دست تو هدایت بشه از آن چی که آفتاب بهش میتابه برای تو بهتره. پس ما هدفمون باید کیفیت باشه، اما کمیت مقدمه رسیدن به کیفیت به شرطی که مانعش نباشه. آدم خیلی جا نگاه می‌کنه می‌بینه کمیت مانع شده، اینقدر گیر کرده تو کمیت که دیگه یا کیفیت اصلا یادش رفته. این مربوط به مسئوله، اما مربوط به من و شما، بنده و شما در پیشگاه خدا مسئولیم. بنده توانم این بود که هر چقدر میتوانم مطالب خوب جمع آوری بکنم. شما بزرگواری کردین، بزرگترین گوهری رو که خدا بهتون داده، یعنی وقتتون و قلبتون رو در اختیار من گذاشتید. این بزرگوارانی که این مجلس رو فراهم کردن با همه زحماتی که میکشن که بنده که خبر ندارم، ولی من میدانم که آماده کردن یک چنین مراکزی و مجامعی کار بسیار مشکلیه. انشاءالله خدا به همه خیر بده و به دعای خیر شما این حرفایی که ما میزنیم در قیامت ما شرمنده شما نشیم. چون میگه شرمنده ترین مردم در قیامت کسانی هستند که سخنرانی کردن، مردم به اون سخنرانی به سعادت رسیدن، خودشون درجا زدن. این شرمنده ترین مردم در روز قیامت هستند. انشاءالله به دعای شما و صاحبان این شب‌ها، خصوصا این شب عزیز که مربوط به جناب علی اصغر امام حسین علیه السلام هست، ما شرمنده شما در قیامت نباشیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن به کلمات اهل بیت اسمت و تورات قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.